من خیلی صبر کردم و میکنم، لیکن اه، دیگر صبر کرده نمیتوانم. دو زن گرفتی، باید با یک چشم نگاه کنی که من حیاتم به تنهایی گذشت. به نام شوهر دار. جوابم رو طلب کنم گناهکار میشوم؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. کدام زنی که شوهرش حقش را رعایت نمی کند، حقش را ادا نمی کند، نگاه کند به وضعیتش. اگرچه شوهرش حقوقش را به پرگی رعایت نمی کند، مثلا شبها نمی آید ولی لباس می خرد، طعام می دهد، گاه ها یعنی آمده می رود، بعضی از حقوقهایش را رعایت می کرده باشد و همین حالتش از بیوزنی بهتر باشد، صبر کند. خاصتا اگر شوهرش به نماز باشد و در حقش دعا کند که الله تعالی برایش انصاف ایمان دهد و ترسی از الله تعالی تقوا دهد، تا اینکه حقوق اهل و عائله همسر و فرزندانش را ادا کند. لیکن بینید که او حق الله تعالی را رعایت نمی کند، حق شما را رعایت نمی کند و خیر این شوهر از شرش کم باشد، شرش بسیارتر باشد و شما گمان کنید که اگر از این زن، از این مرد اگر جدا شوید، شوهری بهتر میکنید و زندگیتان یا اینکه به شوهر بهتر باشد، به وضعیتتان نگاه کنید. یعنی وقتی که شوهر حقوق شما را رعایت نمی کند، طلاق طلب کردن شما اجازت هست، لیکن بینید که به زندگیتان بهتر نشود. نگاه کنید بعضی خواهرها زنهای مسلمان از الله تعالی شوهری صالح میپرسن، شوهر میپرسن، شوهری نیک. وقتی شوهری نیک یافتند و به خرسندی شوهر کردند، بعد همه چیز رو از همون شوهر امید میکنند. از شوهر امید نکنید، از الله تعالی امید کنید. بله درست است که اون حقش او هست، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و بر ذمه پدر خانواده به نیکی لباس دادن و طعام دادن، رزقهن و کسوتهن یعنی طعام و لباس خریدن به اهل و عائله به نیکی بر ذمه پدر است، بر ذمه پدری فرزند است. لیکن شما این جانب رو فراموش نکنید. هر چیزی که ای زنهایی که حقوقتان پایمال می شود، هر چیزی که به شما لازم است باید از الله تعالی پرسید. دل شوهر شما هم در دست الله هست، رزق شما در دست الله تعالی هست، حیات شما در دست الله تعالی هست، خوشبختی شما در دست الله تعالی هست. شما علاقتون رو با الله تعالی پیوست کنید. هر مصیبتی که به سرتان می آید، این نه فقط به زنها، هم به مردها هم به زنها، این از الله دانید و از گناه خودتان دانید. و ما بكم من نعمت فمن الله. هر نعمتی که به شما رسید و از الله دانید. هر گناهی که به شما رسید و هر بلایی که رسید از گناه خودتان دانید. بعد گویید که من چی گناه کردم که الله تعالی برای من این شوهری را نصیب کرد که حق الله تعالی را رعایت نمیکنه، حق همسرش را ادا نمیکنه. توبه کنید. الله تعالی میگه که حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطى، 5 وقت نماز رو محافظت کنید و نماز عصر رو. این آیت را الله تعالی در بین طلاق گفت زد. در سوره بقره احکام طلاق رو ذکر کرد. در بینش اومد گفت که به نمازهای 5 وقته محافظت کنید، خاصتا به نماز عصر، به نماز میانه. گفت و با دوامش درباره طلاق سخن کرد. بعضی علما میگن که مناسبت این آیه در بین طلاق این است که اکثر طلاق ها سببش ترک نماز است، سببش بی اهمیتی به نماز است. یا حدیث است سندش از مقال خالی نیست ولی مضمونش شاید درست است که نماز به نزد الله تعالی برآمده میگوید که شکایت میکند ضیعه کما ضیعنی، ای الله این بنده برای من بی‌پروايی کرد،
نماز قضا میکند در وقتش نمیخونه، نماز دوم درجه حساب میکند. کاری دنیا اومد به نماز یک طرف میموند. کمک مشقت اومد به خیر نماز خانه رو بعد میخونیم، خیر کار تمام کنیم بعد نماز میخونیم. بعد میبیاد جنگ و جنجال، بعد میبیاد حقوق عائله و ایران، حقوق مردم نمیاد، حق الله کی نداد، حق بنده های پایمال میکنه. بنابراین نماز دعای بد میکنند. ضیعه کما ضیعنی، بی‌پروایی کن نسبت این بنده چه خیلی که نسبت من بی‌پروایی کرد. و اگر بنده نمازهایش را در وقتش در جماعت با طهارت های خوشرو، لباس های پاکیزه، از وقتش بر وقتتر رفته تحیات مسجد خواند، بین اذان و قامت دعا کند در مسجد، دین و دنیای آخرت خدا پرسد از الله تعالی، این نماز محافظت کرد. بعد نماز ذکرهای بعد نماز اجرا کند، نماز در حقش دعا میکنه احفظه کما حفظنی، ای الله این بنده رو محافظت کن چه خیلی که مرا محافظت کرد. به این بنده اهمیت ده چه خیلی که به من اهمیت داد. بنابراین وقتی که به سرتان زنها، مردها، مشکلات عائلوی، غیر عائلوی، هر بلایی که میبود در گناهتان جستجو کنید. چی گناه کردم بین خود و بین الله تعالی که این مصیبت به سرم آمد، این بلا به سرم آمد. فقط این شکایتی شوهر کردن یاد نگیرید. ما هیچگاه طرفی مردها رو نمیگیریم، فقط این شکایت بسیار است از زنها. درست است که زنها ضعیف هستند، لیکن شما الله دارید. در حال دعای بد نکنید. پیامبر صلی الله علیه و لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم، در حق خودتان دعای بد نکنید، شوهرتون هم خودتون است. الله تعالی گفت که لباس است، شوهر برای شما لباس است، شما برای همسرتان لباس هستید، یعنی به شوهرها. زن و شوهر به همدیگر لباس است. حتی الله تعالی لباس نامید، یعنی عیب همدیگر میپوشونه. چه خیلی که لباس بدن آدم میپوشونه، چه خیلی که لباس آدم زینت میدهد، زن و شوهر همدیگرش زینت میدهد. همین زنی هست که به واسطه همین، به سبب این زن شما از آتش دوزخ نجات مییابید. این زن هست که شما گناه نمیکنید. حق این را دانید، حق همدیگر را رعایت کنید. خیرکم لنسائه، پیامبر صلی الله علیه و آله به مردها گفتند که بهترین شما در نزد الله تعالی اونایی که در نزد زنش بهتر است. یعنی بعضی آدم ها در کوچه همراهی یارو دوست، دیروز در سفری عمره بودیم، یا برادر اومد گفت که به نام شهرش گرفت. من گفتم نام شهر نمیگیریم، برای اینکه این فقط به شهر شما مخصوص نیست، یعنی همه در خانه حتی پیاز و کارتاشکن اسم میگن. در خانه فقط درباره اکونومیک، درباره صرفه‌کاری گپ میزنن، لیکن هر روز با یار و دوستا در چایخانه آش یک به یک به یار و دوستا گریت کردن، یعنی خیر و سخاوت کردن، به مردم سخاوت کردن خوب است، لیکن اول اهل و عائله رو تامین کردن در کار. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه برای گناهگار بودن و بد بودن یک آدم کفایتی میکند که ان یضیع من یعول، ضایع کند اهل و عائله خودش. زن و فرزند، یک زنک می نویسد برای من که من دویم زنم میگه، شوهرم میگه مدتی 10 سال است که من قطعا یگان بار روزی عید نآمده است، قربانی میکنه اقل 1 کیلو گوشت برای من که من برای فرزنداش نمیفرستاند، برای مردم محلش، اهل خانهش، خویشاوندان زن یکمش میدهد، ولی به ما و فرزندان یگان کیلو اقل گوشت نمیتید. ما وقت عید شد میگه رو عید در خانه دادات گذران، در خانه پدرت گذران، عیده همراهی ما نه عید میکند، میگه نه قربانی میفرستاند. 3 کرات حاجی، 4 کرات حاجی شکایت ها میکنند. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، برای گناه یک آدم کفایه هست که اهل و عائله خودش ضایع کند. زن و فرزنداش گرسنه، حاجت آنها را گوش نمی کند. به نفقه کردن به زن، سخاوت به زن، سخاوت به فرزندا هم اجر و ثواب است. پیامبر صلی الله علیه و آله حتی ما تجعل فی امرأتک، حتی آن لقمه ای که در دهان همسرت میگذاری به تو اجر است، خاصتا اگر نیت کند. ای برادر، اهل و عائله خود اول باید اهل و عائله خود را تامین کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله
به اهل و عائلت خیر کن. سپس وقتی که زیادتی کرد بعد به خویشاوندای دورتر، به خویشاوندای نزدیک دورتر، بعد به دیگر یار و رفیق ها. چه خیلی اهل و عائله گرسنه شما فقط یعنی در بیرون به زیاده روی مشغول است. بنابراین برادرها این حدیث بسیار حدیثی ترساننده هست که برای بد بودن آدم یا برای گناه آدم بس از همین که اهل و عائله خودش ضایع میکنه. بله برادر.